شما تا حالا تحت نظارت روانپزشک بودی؟ روانپزشک یا روانشناس؟ فرقی نداره. فرق که داره. فرقشو من تشخیص میدم. نه نبودم. آقا ببخشید الان چه ربطی داره به این که من رانندگی بلدم یا نه؟ ما باید بدونیم دارویی چیزی مصرف میکنی؟ قرص معده میخورن. جوشی هستی؟ مگه هر کی که قرص معده میخوره جوشیه؟ اکثرا زخم معده به خاطر اعصاب خرابه. شما 2 نفر تو این شهر به من نشون بده اعصابشون سالم باشه. شما خالکوبی دارید؟ مگه هر کی خالکوبی داره غیر عادیه؟ ببینم خالکوبیت. چی نوشته؟ دیدید دیگه. بخون، نکته داره. کنکور مگه؟ من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه. آدم عادی میره رو بدنش مینویسه من مست و تو دیوانه؟ مصرع مولاناست. مولانا این همه شعر قشنگ داره. بله شعر قشنگ خیلی داره. بهتر از این خیلی زیاد داره. بله بهتر از این نزن پایین، بزن بالا ببینه. دام بالا رفتی؟ 100 بار تو را گفتم کم خورد و سپیبانه. اون یکی دستتو بزن ببینم چی نوشته. بقیه‌شو کجا نوشتی؟ برای چی؟ مگه ننوشتی که آدمو بخونن؟ خب بزن بالا بخونی. واسه کسی ننوشتم، واسه خودم نوشتم. واسه خودت بود تو دفتر خاطراتت می نوشتی. بزن بالا. دام بالا هست؟ همه غزله بخونم براتون؟